سلام، حمیدم، رفتگرم. کاراشونو میکنه، لباس کاراشونو مجم کنه. بله پریزگارم، همون مایانم بدی؟ همین 2 روز پیش گرفتی. بده دیگه. دمت گرم، خیلی خوشمزه بود. آقا ببخشید شوهرم خیلی اذیتم میکنه. بذاشتم دست بعد نمیام برم. الان رادیو؟ بفرمایید. ما رفتگرم، الان داشتم کار میکردم، یک کیف پرپول پیدا کردم. چه انسان شریفی میخوای با دادن مشخصات صاحبش پیدا کنی؟ نه یاره خلی می‌خواستم بگم برای صاحبش یک آهنگ غمگین پخش کنی. ما کل شهر جارو می‌زنم، بابای 7 میلیون حقوق وقت زدم یک بار خانه رو جارو زدم، میگه بعد برام علنگو بخری. گوسفند چه وقت حرف زدن آقا جان؟ همین کسب کره. خانم ببخشید از دستم افتاد. این حرفا چیه خانم؟ پس ما حقوق میگیرم برای چی؟ اصلا شما هر روز از اینجا رد آشغال بندازید جمع کنم. من آقای رفتگرم، زباله ها رو میبرم، هر شب میام در خونه ها سراغ اون زباله ها که ریخته توی کیسه ها، کیسه ها رو برمیدارم توی ماشین میذارم، اگه زباله جمع نشه باعث بیماری میشه. بیایم پست آموزنده میگه پست آموزنده نیست. اگه آشغال زندگیتون رو نریزین دور، زندگیتون رو به گم میکشن. این راجع به آشغال نبود. آقا به چی برای تمیز نمی‌کنی؟ اون مال من نیست، زنگ منطقه 3. هم کی ممکن ما 4 صبح بیام خیابون جارو کنیم، یک سریار دوست رو بکنم تو سلاشغال همچین بزنم. کی فکر میکنه با مدرک فوق لیسانس کار به اینجا بکشه؟ دوباره دل هوای با تو بودن کرده. کورم مال باز شب رنگم بپوشم